و پیشرفته ولایت با سپاسنامه و تحفه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت قدرشناسی گردیدند. در قسمت دوم چاره‌بینی به اهل قلم و روزنامه‌نگاران برنامه مخصوص فرهنگی مانده شده پیشنهاد نمودند. در بینای اداره تلویزیون و رادیوی خطلون همایش ایدانه دایر گردید. در این روز سردبیران روزنامه مجله‌های محلی محصول دست کارمندان خود را به نمایش گذاشتند. ضمن بازدید از نمونه شماره‌های نشریه‌ها، معاون ایدئولوژی رئیس ولایت خطلون به سطح و صفت مطالب ژورنالیستان و طرح جریده و مجله‌ها توجه ظاهر کرده با اهل قلم صحبت صمیمی انجام دادند. در قسمت تنتنوی همایش امروزه فیروزه شریفی معاون رئیس ولایت خطلون اهل ایجاد را به روز تاسیسیابی اولین روزنامه صرف تاجیکی بخارای شریف شاد باش گفت. ذکر رفت که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون به هر یک کارمند وسایط اخبار عامه که با حس بلند مسئولیت کسبی فعالیت کرده در انعکاس دستاوردهای اهل زحمت ولایت با سبب رشد اقتصادی و اجتماعی، حفظ ارزش‌های ملی و دولتداری، دستگیری سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان سهم گذاشته، با مسئله گذاری‌های ژورنالیستی خود باعث اصلاح شدن کمبودی‌ها، بهتر گردیدن صفت خدمت‌رسانی‌ها، برطرف شدن مانع‌ها برای رشد، تطبیق ثمره‌بخش برنامه‌های دولتی گردیدن، اظهار سپاس و منتداری می‌نمایند. در این روز نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون همچنین پیرامون برد و باخت روزنامه و مجله‌های شهر و نواحی، تلویزیون‌های ولایتی اظهار نظر کرده برای فراهم آوردن شرایط سازگار کاری و بناهای علاهیده تامین نمودن روزنامه‌های شهر و نواحی، دقت جدی ظاهر کردن روزنامه‌نگاران محلی با مطالب‌های نشر شونده، بلند برداشتن صفت نوار و گزارش‌های تلویزیونی در سطح محل، رئیسان شهر و نواحی ولایت را وظیفه‌دار کردند. در ادامه همایش اسم غالبان آزمون ایجادی برای دریافت جایزه رئیس ولایت خطلون روی سخن 2021 از روی 10 نامیناسیون اعلام گردید. همه غالبان با دیپلم و تحفه‌های مالی و پولی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون قدردانی گشتند. در این روز همچنین یک قطار فعالان و سابقه‌داران ساحه و نشان سررسیدگی علوچه مطبوعات جمهوری تاجیکستان، مدال فخری 100 سالگی مطبوعات و سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سرفراز گردانیده شدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با نمایندگان مطبوعات دور همکاری ثمراناک داشته برای پیشبرد فعالیت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق همیشه از منبر واسطه‌های اخبار عامه استفاده می‌نماید. مطبوعات محلی شهر ترسونزاده تاریخ بیش از 80 ساله داشته رشد و نموی آن بیشتر به دوره صاحب استقلالی راست می‌آید. مکتب مطبوعات شهر ترسونزاده استادان حقیقی ساحه را تربیت نموده است. در دوران صاحب استقلالی مملکت امروز در شهر ترسونزاده 3 نشریه، دیار ترسونزاده، الومنی تاجیکستان، هدایت، 2 مجله، نوری معرفت و تیبی بوالی، تلویزیون محلی ریگر، رادیوی محلی صدای آسیا و رادیوی کارخانه وادی دولتی شرکت الومنی تاجیک فضای اطلاعاتی شهر را پررو می‌نماید. بخشته بر روز مطبوعات تاجیک از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده به کارمندان هفته‌نامه و مجله‌های حدود شهر سپاسنامه و تحفه داده شد. ذکر گردید که مطبوعات همچون دستگاه بزرگ اطلاعاتی برای سری وقت به اهالی رساندن اخبار ضروری موقع اساسی دارد. اهل قلم را میباید صلح و امنیت و آرامی و ثبات جامعه، فرهنگ ملی، رسم و آیین‌های مردمی و عنعنه‌های نیک نیاگان را ترغیب نموده در تربیت نسل آینده‌ساز، تطبیق زبان دولتی و تربیت سیاسی و فرهنگی شهروندان سهم ارزنده خود را گذارند. در دانشگاه دولتی بختر بانام ناصر خسرو با مناسبت روز مطبوعات تاجیک همایش ولایتی علمی نظریوی تحت عنوان رشد وسایط اخبار عامه در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان برگزار گردید. در کار آن معاون رکتور دانشگاه، رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سرمحرر روزنامه ولایتی و دیگر ژورنالیستان حرفه‌ای و استادان و دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه شرکت ورزیدند. کار همایش را معاون رکتور حکم‌الدین سفرزاده افتتاح بخشیده شاگردان و ژورنالیستان کسبی را به روز عیدشان تهنیت گفت. قید داشت که در دانشگاه دولتی بختر بانام ناصر خسرو از سال 2000 این جانب کافدرای روزنامه‌نگاری فعالیت برده و تا امروز استادان صاحب ملکه شاگردان زیادی را آماده کردند. در دانشگاه برای بازهم در سطح خوب برای ماندن تعلیم برای دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری تمام شرایط لازمه فراهم آورده شده است. در ادامه از طرف ژورنالیستان و استادان دانشگاه پیرامون پیدایش و تحول مطبوعات در جنوب تاجیکستان، سهم مطبوعات در پایداری صلح و ثبات کشور، رشد وسایط اخبار عامه در زمان صاحب استقلالی مملکت، ضرورت روزنامه و مجله‌ها و به این مانند موضوع‌های دیگر معروضه‌ها پیشنهاد گردید. در جنبه یک قطار استادان و دانشجویان به خاطر همکاری زیج با رسانه‌های خبری کشور و فعالیت نظررس نمودن در این جاده و افتخارنامه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سپاسنامه روزنامه خطلون، همچنین سپاسنامه کمیته تدارکات دانشگاه قدردانی گشتند.
بینندگان گرامی، بود نشر جنبه 3 برنامه اطلاعاتی نوید منظوری شما. براتون شب خوش و خوب را تمنا میکنیم. خیر.